در ایران پس اینجا ترجمه ما شده. تعریف تاریخ را از خود منابع متون درونی هم داریم بله، که خود بله. مسلمان ها بله، متاسفانه این گرایش مذهبی باعث بله، شده. گرایش های مذهبی و موضوعات دیگری سبب شده که تاریخ تحریف شود. ما خودم در این باره تاریخ های را خواندیم، از مترجمه‌هاش نام نمیگیرم فقط به خاطر از این چیز، ولی عزیزا برن کتاب هایی که توسط مترجمای غیر سنی ایران زمین به فارسی ترجمه شده ببینن. هدف اصلی قرآن یا خداوند از این داستان ها چی بوده به نظر شما و چی پیامد هایی داره و چگونه در بیداری نسل میتونه این مسیر تمام شود؟ ایرا در کل قرآن با یک کلمه خلاصه جواب میده: عبرتون. و درست است؟ عبرت درس‌ها و اندرزها. و امین عبرت درس‌ها و اندرزها را ما زیادتر تعبیر میکنم به یک برق تجلی بخش. لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. فتنه ای را که 200 فتنه در آغوشش بود، دختری هست که در مهد فرنگ است هنوز. دوستای عزیز، سلام و درود. آرزو دارم که تندرست و صحتمند و سر حال باشید. بحث مهمی که در جهان اسلام مطرح است تاریخ اسلام هست. چی فراز و نشیب‌هایی را این تاریخ بزرگ پشت سر گذاشتانده است و چرا بعضی چالش‌ها در روایت‌های تاریخی اسلامی وجود دارد و چی روایت‌های تاریخی میتونه درست باشه و مخالفان اسلام، مستشرقان، خاورشناسان اینا چه اهدافی را پشت سر داشتن که میخواستن تاریخ اسلام را، آیا نیت‌های شوم داشتن یا نیت‌های تاریخی علمی داشتن که میخواستن تاریخ اسلام را، جهان اسلام را به شکل بیان بکنن که خودشان میخواستن. روی این مبحث خیلی مهم و داغ استاد بزرگواری را دعوت کردیم که بیشتر بحث خواد کردیم. مهمان امروز برنامه ما جناب استاد محمد امین مدقق ارغانی هستند. استاد دانشگاه هستند، عضویت در اکادمی علوم افغانستان هم دارند. بیش از 100 اثر در بخش‌های مختلف از زبان‌های مختلف به ویژه عربی به زبان فارسی تالیف و ترجمه کردند که آدمی هستند، شخصیتی هستند که در عرصه تاریخ هم ترجمه‌هایی داره و یک کتاب خیلی قطوری که در حدود 2000 صفحه میشه در مورد تاریخ خلفای عباسی هستند که اونا را هم اینا در حال ترجمه کردن هستند. روی بحث جهان اسلام و تاریخ جهان اسلام بحث خواد کردیم. برنامه خیلی خوب و جذاب انشالله با جناب استاد در این بخش خواد داشتیم. جناب استاد بزرگوار، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و خیلی خوش آمدین به برنامه ما. تشکر، بخیر باشید، همه‌تون خوب باشید. خیلی ممنون. استاد بزرگوار، اولین سوال و پرسشی که مطرح میشه از اینجا آغاز بکنیم. به نظر شما نقش مطالعه تاریخ و اندیشه های اسلامی در بیداری نسل ها را شما چقدر ارزیابی میکنید؟ چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر میتونه این تاریخ اندیشه اسلامی برای پویایی و بیداری نسل اسلام و امت اسلامی میتونه کمک کنه از نظر شما، نظر به اینکه تالیف و ترجمه ها و تحقیقات در این عرصه داشتین، مطالعاتی که داشتین؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه و بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب. سلام خدمت شما استاد حقجوی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیزی که از طریق کانال تلویزیون فراز ما را بیننده هستند از برنامه مسیر. امیدوار هستم همه عزیزان ما لحظه های خوبی داشته باشند و هر لحظه ایشان را به سعادت و خوشبختی سپری بکنند. موضوع تاریخ در واقع آینه قدنمای پیشرفت تمام ملت هاست. حکمت و فلسفه آفرینش علمی به نام تاریخ برای این است که ما بجای این که برویم عملا تمام زمانه های گذشته را تجربه بکنیم، همه اینها را به شیوه آسان و از راه خیلی آسان درس ها و
عبرت ها و برداشت ها و سرگذشت هایی که از ملت های قبلی بوده را یاد بله. بگیریم و رویدادهای ملت های گذشته را به عنوان برق تجلی بخش برای پیشبرد امور زندگی من انتخاب کنیم. چه در عرصه سیاست، چه در عرصه نظام، چه در عرصه اقتصاد، چه فرهنگ، چه تحصیل و چه در عرصه عبادت و توحید. در هر عرصه الله تبارک و تعالی داستان پیشینیان را که در قرآن برای ما یاد میکنه فقط به خاطر این نیست که ما داستان پیشینیان را به چشم یک رمان ببینیم، به چشم یک افسانه ببینیم و فقط چند لحظه خودمان را بگذرانیم و تنگی دلمان را آزاد بکنیم دیگر تمام. مثل که اکثر کسا رمان میخوانن، یک سناریو میخوانن، یک فیلم نامه میخوانن، یک داستان نامه میخوانن و در اخیر هم کتاب بسته میکنن، آخرش هم هیچ برداشت از اون نداشته باشن. موضوع تاریخ و غرض خواندن تاریخ نیست، بلکه تاریخ آمده تا ما را از زندگی پیشینیان خبر بده، راهایی که پیشینیان درست پیمودن را به ما معرفی بکنه و به ما بفهمانند که این گونه در مسیر زندگی پیش برو اگر میخواهی به رشد برسی. بله. اگر میخواهی به موفقیت برسی. و این راهایی که ملل گذشته انجام دادن تو به پیش نگیر، به خاطر که سرنوشت تو هم این گونه است. الله تبارک و تعالی آیات را در قرآن کریم نازل کرده است بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که او آیات را ما از دید جامعه شناسی آسیب، از نقطه نظری آسیب شناسی اجتماعی که ببینیم یا جامعه شناسی از دید آسیب شناسی و مشکل شناسی ببینیم، ملل بوده که یا ملت ها و مردم های بودن که با انجام دادن کارهایی، با اعمالی کاملا فراموش شدن، از بین رفتن، نابود شدن، دیگر نامی از اونها برده نمیشه، اونا تمدنی ندارن، پیشرفتی ندارن. در واقع اون ملت ها مردن، رفتن. در واقع اون ملت ها اصلا زندگی نکردن، اونا فقط مرده های متحرک بودن. و در برابر از این موضوع ملت های را ما میبینیم که همچنان شگوفا هستند، همچنان زنده هستند، زندگی کردن و بعد از مرگشان هم زندگی درست و واقعیشان آغاز شد که زنده ماندن افتخارات و یادوارهشان است که در رأسشان انبیا قرار دارن، صالحان است و بندگان نیک الله تبارک و تعالی است و ملت هایی است که در کنار بندگان نیک خدا ایستاد شدن و به خاطر رشد برنامه های الهی در روی زمین که فلسفهش از آیتی و اذ قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه از این فهمیده میشه، یا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون از این آیت فهمیده میشه. این آیت ها را در واقع زندگی از اینا ترجمه کردن، بازتاب خوب در جامعه دادن. پس مطالعه تاریخ از دید من که عمری است من با تاریخ و اندیشه اسلامی سر کار دارم، کتاب های در باره نوشتم کردیم، کتاب خرد و کوچکی و کتاب های بزرگ و قطور در عرصه ترجمه هم کردیم، تدریس کردیم در این موضوع. تاریخ به عنوان یک علم و به عنوان یک دریچه برای نفوذ نوری بیداری و نوری بیدارگری و کیفیت آفرینی و کیفیت محوری در زندگی هر ملتی اگر جایگاه داشته باشه او ملت زنده است. دقیقاً. او ملت برقهای پر فروغی و تجلی بخشی برای پیدا کردن راه از چاه و باز شناختن راه از چاه داره. در تاریکی های بسیار خطرناک زندگی اونا از افتیدن با روی در مسیر بدبختی و واژگونی در امان میمونن و خوب پیش میرن، زیبا پیش میرن و کیفیت محورانه پیش میرن. بله. ملتی که تاریخ نداشته باشه و تاریخ نخونه ملت پسمانده است. یک خاطره تلخ ما خدمت شما میخوایم بیان بکنم. اگر ما در باب آسیب شناسی فرهنگ اجتماعی در تاریخ اسلام در جامعه اسلامی یک سری بزنیم، کتاب های غرب شناسی و خاور شناسی و استشراق مطالعه بکنیم، از بزرگترین ابزار استعمار جهان غرب در کشورهای اسلامی از بین بردن مضمون تاریخ اسلامی یا فرهنگ مطالعه تاریخ و اندیشه اسلامی از اذهان جوانان بود. روزی که استعمار در اندلس اسلامی خانه کرد، پیش از اینکه غرناطه که مرکز پایتخت خلافت اسلامی در اندلس اسلامی در اسپانیای امروزی بود،
استعمار اولین چیزی که از مدارس اسلامی گرفت، از دانشگاه های اسلامی گرفت، از مکاتب اسلامی گرفت، افتخارات مردان نخستین عصر اسلام بود. از مدارس افتخار آفرینی های مرد بزرگ همچون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که رهبر عزیز ما است از مدارس جمع کردن. از خلفای راشدین را جمع کردن. از عصر مردم های اول اموی را جمع کردن، عباسی ها را جمع کردن. یا اگر ما بیایم در ترکیه امروزی که در واقع قسطنطنیه سابق که بود، سلطان محمد فاتح رحمه الله که پادشاه چندم خلافت عثمانی بود که اونجا را فتح کرد، اولین کاری که همین اتریش امروزی، همین بریتانیا امروزی، همین انگلستان امروزی که به خاطر برانداختن خلافت عثمانی که کار گرفتن، ای بود که از ذهن جوانای مسلمان افتخارات امت اسلامی را در مجموع محو کردن. به نحوی از چند صورت. اولین کاری که اینا کردن وارونه جلوه دادن حقایق تاریخ اسلامی بود. تهمت ها وارد کردن بر شخصیت های بزرگ اسلام بود. فاتحان بزرگ اسلام، دعوتگران و مصلحان بزرگ اسلام را به عنوان ظالمترین انسان ها، مستبدترین انسان ها، قدرناشناسترین انسان ها و انسان ستیزترین آدم ها در ذهن جوان های مسلمان معرفی کردن که یک ابزار بسیار خطرناکی رخنه کردن استعمار در ذهن اذهان امت اسلامی به خصوص طبقه جوان و که در واقع ستون فقرات است این موضوع است. این موضوع بسیار اساسی است. شما اگر در افغانستان خودمان ببینیم، اولین بار که استعمار وارد شد در افغانستان از بریتانیا وارد شد. بعد از او روس آمد، بعد از او آمریکا. همین آمریکایی که در طول 20 سال اشغال در افغانستان فعالیت کرد، در اشغال و در استعمار، بزرگترین چیزی که گرفت افتخارات ما را از ما گرفت. چی افتخارات در سیره پیغمبر بود، چی افتخارات در تاریخ سایر مردان اسلام بود، چی افتخارات عنعنوی یا افتخارات داخل کشوری خود ما بود. چون بر اساس گفته علامه عبدالرحمن ابن خلدون در کتاب بزرگش به نام المقدمه، که ابن خلدون از دانشمندان بزرگ از کشور تونس امروزی کشورهای عربی است و بنیادگذار علم جامعه شناسی نوین است. امروز بعضی جوانان میگن که جامعه شناسی فلان دانشمند یهودی است، فلان دانشمند یهودی است. یعنی خودش یک گم کردن هویت است. خودش یعنی یک هویت ناشناسی است. بنیانگذار علم جامعه شناسی به سبک مدون شده ابن خلدون ماست. نه غربی‌ها و نه یهودی‌ها. و در اصل کتابی که پر از آیه های جامعه شناسی است قرآن ماست. دقیقاً. من در بعض جاها که درس های تفسیر میگم، آیاتی که مربوط جامعه شناسی است، هر علمی جامعه شناسی و روانشناسی هر کدومش 17 شعبه داره. هر شعبه ای از این جامعه شناسی و روانشناسی در آیات کلام الله مجید موج میزنه. ولی ما آمدیم رفتیم این موضوعات از دیگر کسا گرفتیم. در این کتاب ها که وقتی که ما بخوانیم، در مجموع کلن محو کردن تاریخ اسلامی و مطالعه یا محو کردن فرهنگ مطالعه اندیشه اسلامی از ابزار دست اول جهان استعمار برای نفوذشان در جامعه اسلامی بوده که بسیار خطرناک و زننده است. شما امروز ببینید، ما خود در دانشگاه تدریس دارم، در مدارس دارم، در رسانه هستم. در مجموع از هر 24 ساعت ما 15 یا 16 ساعت با مردم هستم. من با کلاس ترین آدم ها را میبینم، تحصیل کرده ترین آدم ها را میبینم، از افتخارات اسلام چیزی نمیفهمم. متاسفانه. بله. و شوری هم در درونش نیست. و یکی شوری در درونش نیست چون چیزی به نام شورانگیز در درونش نیست. چیز شورانگیز افتخارات است. جناب استاد بزرگوار، یک نکته که در مسیر می صحبت هایتان یاد کردین، اشاره کردین به قرآن عظیم الشان، از آیات های نخستینی که به تاریخ و بشریت و انسان و اولین آغاز تاریخ بشریت خداوند یاد کرده. نکته‌ای که خیلی جالب هست، کمتر توجه میکنن به نظر من هم، داستان هایی که در قرآن کریم آمده، داستان های پیامبران الهی. بله. با این داستان ها دلیل چیست؟ چرا برخورد سطحی صورت میگیره؟ یکی از دوستای من میگفت که وقتی از داستان حضرت موسی علیه السلام را میخوانیم، یک تاریخ است، در کنار از تاریخ سیاسی است. بله.
ما وقتی میریم تاریخ یا داستان حضرت یوسف علیه السلام را میخوانیم، سوره یوسف را، در حقیقت ما با داستان بحران اقتصادی که چگونه یک بحران اقتصادی در یک محدوده بشری اتفاق میفته چگونه مدیریت میشه، بحث اقتصادی میخوانیم. این تاریخ ها که یادآوری بحث های مختلفی از بشریت بوده در طول تاریخ، چرا با این سطحی برخورد صورت میگیره؟ اصلا از این داستان ها به عنوان یک داستان های عبادی، یک روایت خیلی سطحی، هدف اصلی قرآن یا خداوند از این داستان ها چی بوده به نظر شما و چی پیامد هایی داره و چگونه در بیداری نسل میتونه این مؤثر تمام شود؟ حکمت و فلسفه بزرگی تاریخ در مجموع، چه تاریخ انبیاست، چه تاریخ ملت هاست، چه تاریخ امپراتورهای بسیار بزرگ است. این امپراتورها چه امپراتورهای عادل بود، چه مستبد و ظالم بود، در مجموع ایرا در کل قرآن با یک کلمه خلاصه جواب میده: عبرتون. بله درست است؟ دقیق. عبرت، درس‌ها و اندرس‌ها. و امین عبرت، درس‌ها و اندرس‌ها را من زیادتر تعبیر میکنم به یک برق تجلی بخش، به عنوان یک چراغ دستی یا چراغ قوه که در شب تاریک به دستت میگیری و هدفت از گرفتن این چراغ چیست؟ دقیقاً که مسیر راه را، هدف را پیدا کنی. بله درست است. حالا عبرت با گفته ای که شما از زندگی حضرت یوسف علیه السلام یاد کردین، از حضرت موسی علیه السلام یاد کردین، تنها در عرصه عبادت نیست. کی گفته که توحید تنها عبادت است؟ بله. یعنی هدف اینه که کی گفته که توحید تنها نشستن در گوشه مسجد است؟ بله. و تسبیح دور دادن است، سجده کردن است و یا مثلا حلقه های تصوف را انداختن و الله گفتن است. بله اینا هم هست. اما دین همش نیست. بله. دین سیاست است. سیاست دین است. دین اقتصاد است. دین نظام است. دین تکنولوژی است. دین راکت های قاره‌پیما است. بله. دین حتی امین پهپادهایی هایی که ما امروز از یک کشور به کشور دیگه دشمن خود میزنیم، اینا کلش در دین است. یک شعر است در عربی منسوب به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه: جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصرت عنه افهام الرجال. همه علوم در قرآن هست، اما عقل و اندیشه انسان ها از او کوتاست. این شعر خیلی جالب است. پس بر این اساس ما در زندگی یگانه چیزی را که گم کردیم حکمت ها و فلسفه های داستان ها را گم کردیم. بله بحث می است. درست است؟ بله. بعضی ها در قرآن فکر میکنن که داستان انبیا یا ملت ها فقط به خاطر از است که ما یاد بگیریم بریم خوب عبادت بکنیم، خوب سجده بکنیم، خوب نماز بخونیم. خوب است، قبول دارم، یکی از بحث‌های میبرشی است. ولی نه، تو از زندگی حضرت موسی علیه السلام در تمام ابعاد زندگی تو کار بگیر. از زندگی حضرت موسی از همون صحنه‌اش که میه با کمال استواری، با روحیه بلند در برابر استعمارگر خطرناک عصر که فرعون است استاد میشه، ادعای حق میکنه، دعوای حق میکنه، آزادی خواهی میکنه، به عنوان یک جنبش آزادی طلب بحران بپا میکنه، انقلاب بپا میکنه و هیچ هم نمیترسه. درست است؟ دقیقاً. بله. وقتی که نسل جدید در مجموع جامعه اسلامی حضرت موسی را و پروسیجر کاریش، پالیسی رسالتش که نفهمیدن، فکر میکنه خب حضرت موسی یک آدمی عابد بود، خب فقط رفت ملتش نجات داد و از چنگال فرعون. از این بدیره. یا مثلا در بخش های دیگرش در مجموع در کتاب ها، در تفاسیری که تفاسیر تربیتی وجود داره، من خودم در رابطه به زندگی هر پیامبری به خصوص در رابطه با حضرت موسی علیه السلام کتاب تحقیق دارم، در محضر خورشید. پیام های تربیتی در ابعاد مختلف زندگیش ما در اونجا نوشته کردیم با استفاده از تفاسیر و برداشت‌ها. یعنی در مجموع تا که تاریخ در زندگی انسان رنگ نداشته باشه، او انسان اگرچه که با مدارک بلندی به نام دکترا و فوق دکترا باشه، او آدم بی‌کیفیت است. دقیقاً. ما امین صبح یک مضمون داشتم در دانشگاه به نام دور المسلمین فی حضاره العالم، یعنی نقش مسلمان ها در تمدن جهان. و در تخته که در صنف بود
در مجموع ما چون به عنوان ازی که بتونم تمام حقایق قشنگ اشاره بکنم، گیتا شناسی زیاد مطالعه میکنم و گیتا شناسی همه کشورها را خوب معرفی میکنه. همین الان نقشه تمام جهان در ذهن ما است. همین الان که ما چشم خود پود بکنم تمام کشورها پیش روی میاد، کدام کشور در کجا است در کجا نیست. ما که وقتی در تخته ترسیم کردم و ارزش این کارا گفتم که خودش یک بخشی از تاریخ است. بله. استادی که در تدریس مضمونی به نام نقش مسلمانان در تمدن جهان از تاریخ نفهمه، از نقشه جغرافیای زمینی نفهمه، او استاد بی‌کیفیت است. اگر یک محصلی که از این بابت نفهمه، یک محصل بی‌کیفیت است. پس در مجموع نسل بی‌کیفیت یکی از برنامه‌هایی است که در سطح یا در سطری در خط اول برنامه‌های استعماری جهان غرب قرار داره. بزرگترین هم و دغدغه جهان غرب چیست؟ عبدالصمد میخواد که نسل ما را بی‌کیفیت تربیت بکنه، بی‌کیفیت بار بیاره. و بی‌کیفیت، نسل بی‌کیفیت تعبیرش چیست؟ ترجمهش چیست؟ ترجمه بسیار عادی ما میخوایم بکنم، در اکثر جایا گفتیم. تعریف علمی نمیکنم که فهمش در از سطح بعضی از بلند باشه، مثلا کسایی که میبینن. عادی میخوایم تعریف کنم. نسل بی‌کیفیت میست که نه به درد خودش بخوره نه به درد دیگه کسا. نه به درد خود بخوره نه به درد دیگه کسا. در علم تربیت اول به درد خود خوردن، سپس به درد دیگر خوردن یک راه بزرگی به خاطر ایجاد تاثیرگذاری در اذهان دیگه کساست. به خاطر ایجاد یک انقلاب بزرگ دو چیز بسیار نقش اساسی یا کلیدی را بازی میکنه بینان رکن. یک قوت تاثیرگذاری، یک روحیه تاثیرپذیری. بله. ما اگر هر قدر انسان تاثیرگذار باشم ولی تاثیرگذاری ما به او حد نباشه که ما در وجود مردم روحیه تاثیرپذیری ایجاد بکنم یا در وجود مردم خمیرمایه یا تحمایه به نام تاثیرپذیری وجود نداشته باشه، فایده ای نداره. بله. به همین خاطر علم بلاغت میگه پیش از این که تو مخاطبت یک چیزی میگی، با نحوی، با حرکتی، با واکنشی، با کلمه‌ای او را ذهنیت سازی بکن که آماده شود. آماده شد. پس برای اساس نسل بی‌کیفیت از آژندای بزرگی برنامه‌های استعماری است و یکی از چیزهای خطرناکی که در بار آمدن نسل بی‌کیفیت تاثیر داره بیخبری از تاریخ است. خیلی ممنون جناب استاد، موضوع مهم را اشاره کردین. بحث کمرنگ شدن مطالعه تاریخ اندیشه اسلامی به میان میاد که بحث خیلی داغ و مهم هست که چرا این کمرنگ میشه. این بحث مهم جذاب را بیننده های عزیز پس از یک رفت و برگشت کوتاه ان شاء الله پی میگیریم. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز، یکی از شخصیت های جهان اسلام به نام علامه اقبال لاهوری او میگوید که دلیلی که جهان اسلام شور و شوق و هلهله و هیجان و بیدارگری و انقلاب در ذهن و اذهان جوانای امت اسلامی وجود نداره نیست، دلیلش به شور و شوق و هلهله و هیجان با او زیبایی خاص تاریخ اسلام در دانشگاه ها و مکاتب تدریس نمیشه. یعنی یک دلیل کمرنگ بودنش مسئله تدریس هست. اما از جناب استاد میخوایم بشنویم که دلیل کمرنگ بودن این مطالعه تاریخی در اندیشه اسلام چی بوده و چرا کمرنگ شده؟ چی عوامل پشت سر این مسئله بوده؟ آیا بیگانگان در پشت سر این کمرنگ شده مطالعه تاریخ اسلامی دست داشتن یا هم آسیب شناسی دیگه هم نیاز داره که ما آسیب شناسی بکنیم؟ جامعه، فرهنگ، شرایط، اقتصاد، همه این مسائل. به نظر شما جناب استاد بزرگوار چی نکته یا چی دلایلی بوده میتونه که تاریخ اندیشه اسلامی کم رنگ شود؟ گرچه من نقل قولی از اقبال بزرگوار هم کردم، اونا دلیلش یک دلیل را دلیل تدریسی خشک و خالی این مضمون در نصاب‌های دانشگاه‌ها و مکاتب میدانند. بله. اولین عامل به خاطر کمرنگ بودن تدریس تاریخ اسلامی و اندیشه اسلامی، قسمی که من قبلا هم گفتم، این است که دست استعمار در پشت پرده کار میکنه. دست استعمار در پشت پرده کار میکنه و قرار نیست که استعمار رسما بیاید در جلسه های تدریس ما، در وزارتخانه ها، در سیستم کشورها رسما یک شخصی را حضورا نقش بده بگمارن و او بیاید حرفای خودش بگه. وقتی که گفتیم جنگ فکری به این معنا که
از طریق میخزه و از راههای بر پیکر اندیشه اسلامی اونا میخزن نفوذ میکنن که ما اصلا نمیفهمیم. ما اصلا نمیفهمیم. من را تشبیه میتونم درست به چی؟ ما یک فیلم میبینیم، اگر هر قدر تصمیم بگیریم که از صحنه‌های فیلم ما متاثر نشیم، ولی زمانی که فیلم در قسمت اخیرش که رسید The End و دیگران که خلاص شد، بازم در قسمت اخیر که وقتی که بلند شدیم به نحوی در عمل کرد ما، در رفتار ما یک تاثیر پیدا میشه. بله بله. در شیوه سخن گفتن ما، در برخورد با دیگر کسا، حد اقل اگر برخورد مثبت هم باشه، اگر یک کسی مثلا در صحنه فیلم ما دیدیم یک کسی را توهین کرد ولی او آدم با کمال بزرگواری تحمل کرد، زمانی که در بیرون از صحنه فیلم شما میرون بیرون یک کسی به شما همین برخورد میکنه، اگر هیچ چیزی به یادت نمیاد اما وقت صحنه فیلم یادت میاد. بله بله. چون همون صحنه بر تو تاثیر گذاشته، ضمیر ناخودآگاهت به تو تاثیر گذاشته. استعمار در خزیدنش در پیکر افکار و اندیشه اسلامی اینقدر خطرناک است. درست است؟ تا به حال اگر متوجه باشین، ما خود تا به حال ندیدیم در همین سنی خود، در همین 20 سال اشغال که از هر روزنه کشور ما در تحت اشغال بود، در پوشش لباس بود، در نشر برنامه ها از طریق تلویزیون ها بود، از طریق رادیو ها بود، در سیستم دانشگاه ها بود، در مکاتب بود، در همه چیز بود. این را ما انکار نکنیم، اعتراف بکنیم. اعتراف در ضعف مهره اولی به خاطر رسیدن به قوت است. مثل که ما پیش یک دکتر میریم، تا زمانی که به بیماری خود اعتراف نکنیم، دوا را نخوریم، خود جور نمیشیم. بله. درست است؟ تندرستی حاصل نمیکنیم. بله. پس این اساس استعمار نقش بسیار فعال داره. قسمی که ما از اندلس اسلامی، از خلافت عثمانی براتون یاد کردم، در هر کشورها همین گونه هست. علاوه از استعمار، این خود موضوع تاثیرگذاری بود که استعمار تاثیر گذاشت. بله بله. در قدم دوم تاثیرپذیری خود ماست. درست است؟ ما به نحوی به جامعه خود ما، به پیشینیان خود ما ارزش قائل نشدیم. با قرائت‌های نادرست، با برداشت‌های معکوس از رویدادهای بزرگ اسلام فکر کردیم که تاریخی بود گذشت دیگه بر نمیگرده. نه، الله در این قرآن در این قسمت کلمه عبرة لأولی الالباب که گفت اینه که اگر رفتاری که 10 دقیقه پیش داشتی او را با دید بصیرت ببینی، مثبت و منفی عملکرد 10 دقیقه خودت برای این که چگونه در 10 دقیقه بعدی چگونه پیش بری خیلی تاثیر داره اگر تو واقعا ببینی. بله بله. درست است؟ یکی از روش‌های تربیت در باب تقویه نفس و روح چیست؟ علما میگن موضوع خود محاسبه‌گری است، محاسبه خودی است. بله. خود به عنوان یک کسی که هم خود قاضی باش، هم نفر باش که تحت قضاوت و تحت پیگرد قرار میدی. اگر دیروز رشد داشتی، رشد خود در لابراتوار عقلت پرتو ببین که در چه حوزه های خوب پیش رفتی و در چه حوزه های بد پیش رفتی. اگر خوب پیش رفتی بازشناسی بکن که چی چیزهای سبب شد که ما قشنگ پیش رفتم، چی سبب شد که ما در فلان صحنه فیلم خوب درخ شدم، خوب نقش بازی کردم. درست است؟ در فلان استودیو ما خوب صحبت کردم. بله بله. راههای مثبتش پیدا کو، ایره پیش خود نوت کن، بان عین چیز فردا چی نکن، ایره تقویت کن. بله بله. تقویت کن خوبتر از پیش. به خاطر چی؟ اگر کارهای دیروزت به خاطر این که زندگی حال تو را بابت آمادگی با آینده‌ای که قرار است فردا بیایه تغییر نده، هم حالت خراب بوده، هم گذشتهت خراب بوده، هم حالت خراب است و گذشته و حالت خراب بود متأکداً که آیندهت هم خراب است. بله. این شد مثبتش. منفیش هم اگر مثلا دیروز یک کارکرد خوب نداشتی، خودت محاسبه بکن چرا نداشتی. آسیب شناسی بکن. آسیب شناسی که کرده باز راهکاریابی و راهچرایابی بکن. یک چیز بسیار مهمی است. اینمی موضوع در جوامع اسلامی گرفته شد، از مدارس گرفته شد، از دانشگاه ها گرفته شد. زمانی که تاریخ اسلامی اول کو نبود، تا خیلی وقتا را نبود. پسانها آمد، پسانها که آمد خیلی خشک و بیروح آمد. بله بله. در قالب روایی آمد. عزیز استاد عزیز، یکی رفتن در دل تاریخ از دریچه کتاب ها به شیوه خشک و بیروح است. بله بله. یکی با دید بصیرت و با هدف درس و اندرز گرفتن است و خود مقایسه کردن و خود قرار دادن در دل تاریخ
دقیقاً. زمانی که تو یک کتاب میخوانی تو روحاً برو. تو روحاً برو. ما در این وقتا یک کتاب از دکتر محمود ماهر، یک رمان نویسی بسیار خوبی از کشور مصر است، ما یک کتابش ترجمه دارم به نام ربیع اندلس، بهار اندلس. زمانی که من این را ترجمه میکنم، امو وقتا بعضی وقتا در خانه کسی که اگر مرا خطاب قرار میده من نمیفهم کسی مرا صدا میکنه. ما در وقت ترجمه کتاب در اندلس رفتیم، در کوچه های اندلس میگردم، با کسایی که شخصیت های داخل رمان است با اونا ما سر و کار میداشته باشم. یعنی زمانی تاریخ به تو مؤثر است، زمانی که تو در دل تاریخ میری یکی از بازیگرای از اون نقش باشی. دقیقاً. چهار طرف خدا ببینی. بله بله. متوجه هستین؟ این نمیتو یک روحیه از سیستمی تدریسی و نصاب درسی یا کریکولوم درسی تحصیلی چی در مدارس، چی در پوهنتون‌ها، چی در مکاتب گرفته شد. بله. سیرت پیغمبر که سیرت پیغمبر است، محض روایی تدریس شو، ما ازش یاد نمیگیریم. درست است. ما میال رویداد بدر، از نخستین لحظه‌ای که پیغمبر صلی الله علیه و آله مهاجرین و انصار در یک جای جمع کرد، گفت چیکار کنیم جنگ بدر پیش ببریم نبریم؟ کاروان قریش به سرکردگی ابو سفیان فرار کردن، ولی ما چیکار کنیم؟ این از این قسمت شروع میکنیم جنگ بدر، تا ای که شکست میخورن مشرکین، اسیر گرفته میشن و پیغمبر صلی الله علیه و آله اونا را در برابر فدیه آزاد میکنه. این قسمت یک صحنه است. اگر ما ایره در صحنه یک سریال جور کنیم شاید یک 10-20 قسمت شوه. اگر ما ایره یک رمان جور بکنیم شاید یک کتاب 500 صفحه‌ای شوه. خب چی برداشت داریم؟ بله. بس در جنگ احد امیر رقم، در خندق امیر رقم، درست است؟ یا نقشی که صحابه هر کدومشون بازی میکنه امیر رقم. اینها را که وقتی که ما تحلیل نکنیم، خودمان را در متن امو صحنه نبریم، اگر ما امو صحنه ها را آینه قطنما در زندگی خودمان قرار ندیم، اگر او صحنه ها را به عنوان یک لابراتوار برای تشخیص شخصیت و اخلاق خودمان قرار ندیم که چل بودن از ناچل بودن، قابل چلش بودن از غیر قابل چلش بودن تشخیص ندیم، پس ما افسانه خوانده ایم، چیزی نیست. چیزی جز افسانه ما نخوانده ایم. برخورد سطحی نگرانه داریم. حالا ببینیم الله تبارک و تعالی میایم در قرآن یک موضوع چی میگن در جامعه قرآنی میگیم، هر جامعه‌ای که هر ملتی که در قرآن مورد توصیف و تحسین الله تبارک و تعالی قرار گرفته، ملت‌های بوده که داستان‌های پیشینیان را خواندن، عبرت گرفتن، از مثبت‌های اونها برق تجلی بخش برای روشن کردن راه آینده‌ایشان ساختن، نکات منفی را انداختن در سطرهای زوالدان و آن چیزی که از اونها گفته می‌شدن را به خاطر ساختن زندگی آینده‌شان استفاده کردن. بله. و ملت‌هایی که منفور شدن، مغضوب شدن، مثل یهود و نصارا. شما در قرآن از دروازه قرآن وارد شوین در جامعه اسرائیل و یهودیسم و رذایل اخلاقی یهود را آسیب شناسی بکنین، لابراتوار بکنین، در لابراتوار قرآنی، در لابراتوار اخلاق انسانی، در لابراتوار توحید جهانی که دین الله تبارک و تعالی است، ببینین که کدام قسمتاش قابل چالش بوده، کدام قسمتاش قابل چالش نبوده. پس این استفاده شود. حکمت و فلسفه تدوین علم به نام جامعه شناسی چیست؟ بله. یکی حضرت علی رضی الله عنه در شعر میگه که این شعر منسوب به اوست: جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصرت عنه افهام الرجال. همه علوم در قرآن وجود داره ولی عقل ماست که نمیرسه به این همه چیزا. این به خاطر چیست؟ پس عامل دومش ای شد. یکی چرا تاریخ کم رنگ شده. عامل سومش چی است؟ عامل سومش در اکثر جایها این است که ما به تاریخ اولویت ندادیم. بعضی جایا ما مضامین را در پوهنتون تدریس میکنیم که هیچ فایده ای نداره، داره نسبی، نه به او اندازه‌ای که این مضمون مانده که باید میکردیم. بله. جناب صاحب حرفتان فراموش نشوه. اقبال لاهوری هم میگه که ما درباره شخصیت اونها زیاد مطالعه کردیم. منبع اول معرفت و شناخت انسان و جوامع را که میتونه انسان را به سمت و سوی درستی سوق بده، دین میدانه. منبع دوم معرفت و شناخت و آگاهی را تاریخ میدانه. بله، تاریخ میدانه. پس تاریخ در مجموع شما ببینین قرآن در شیوه بحث چند منهج به کار میبره. یکی احکام است به خاطر تربیت نسل ها. یکی احکام است که 500 آیه احکام است و مفسرین گرامی تفاسیر مستقیم به نام تفاسیر آیات احکام دارن. بله. از جمله
تفاسیر بسیار بزرگی است. خب یکی ای است، یکی وعظ است، بله، پند وعظ است، یکی قصص و عبر است. بله بله، داستان ها، بله. تاریخ دیگه. شما فکر بکنید 40% قرآن داستان ملت های پیشین تشکیل میده و داستان موسی علیه السلام در چندین جای قرآن اشاره میشه. خب استاد بحثی که اینجا مطرح میشه است که امی کم رنگ بودنش هم دلایلش دو سه عاملش یاد کردین. ما تحصیل کرده ترین افراد را در جامعه اسلامی داریم. میبینیم که خیلی تحصیل کردن، آگاهی خیلی خوبی دارن، اما از تراث اسلامی، از تاریخ اندیشه اسلامی و فرهنگ اسلامی آگاهی ندارن، یا اگر دارن خیلی سطحی و کم است. این چقدر نقشی در تضعیف یا ضعیف ساختن روحیه بیداری اندیشه اسلامی داشته و چقدر زمینه را برای اسلام ستیزان طور مثال فراهم کرده این مسائل، و دلیل اصلی دیگه چی بوده میتونه و راهکار دیگه چی باید باشه به نظر شما جناب استاد؟ در واقع بیخبری از تاریخ، در واقع بیخبری از تاریخ در ذهن ملت ها جمود فکری میآفرینه. بله بله. و جمود یا تحجر فکری بزرگترین بیماری است که امروز جهان اسلام گرفته. متاسفانه. حضرت بیدل به عنوان یک شاعر روانشناس یک شعر خیلی زیبا داره. من در اکثر وقتا این شعر در جاهای میگم، با کسای سر میخورم که نمیخواهند تغییر بکنن. نمیخواهند تغییر بکنن. میگن که جهان مشتاق رنگ و دل همان مشتاق بیرنگی. چه سازد جلوه با آینه مشکل پسندی ما. درست است؟ بله. در واقع تاریخ اسلامی و مطالعه اندیشه اسلامی آینه دل ما را صیقل میتن، نور قشنگ میتابه. اگر مطالعه تاریخ و اندیشه اسلامی، اگر مطالعه تاریخ و اندیشه اسلامی در زندگی کس نقش نداشت، شما فکر بکنید که دریچه استعمار چارپلاق باز است. استعمار بدون ویزا و پاسپورت وارد جامعه میشه. زمانی که در افغانستان ما استعمار آمد، ملت عوام ما چیزی از تاریخ نمیفهمیدن. درست است؟ بله. اگر پیش ازی که مثلا اشغال در افغانستان ما بیاید، مثال میتونم، دور نمیرم، در کشور خود ما بحث میکنیم، پیش از که اشغال در کشور ما بیاید، اگر ما تاریخ میخواندیم از اندلس اسلامی میفهمیدیم، اگر میفهمیدیم از ترکیه اسلامی پیش از کمال اتاتورک میفهمیدیم، یا از سایر جوامع دیگر میفهمیدیم، یا از حکومت خلافت عباسی میفهمیدیم، میخواندیم که دشمنا چه قسم رخنه کردن، از چه راههایی از ما استثمار کردن. یک استثمار است، یک استعمار است، یک استحمار است. این مراحل جنگ فکری است. علامه دکتر حسن حبنکه المیدانی در کتاب اجنحة المکر الثلاثه که 800 صفحه است، الحمدلله ما تا به حال 80 قسمت کتاب ما ترجمه کردیم. بالهای سیگانه مکر و فریب، ترجمه فارسیش مثلا. او کتاب در واقع به عنوان یک دایره المعارف بزرگ دشمن شناسی و استعمار شناسی است. متوجه هستین؟ در اونجا میگه که هر ملتی که بعد از اسپانیا، اندلس اسلامی، بله ملت های مسلمان که شکست خورد، رازش این بود که از ملت های قبلی خبر نداشت. تاریخ را در اونجا پرنقش میخوانه دکتر میدانی. تاریخ را نقش میخوانه. اگر تاریخ و مطالعه تاریخ، درس ها و عبرت های تاریخ در زندگی ما نقش میداشت، ما این همه چی را میکنیم. امروز ببین یکی از راه های تنصیر در کشور چی است؟ امی شفاخانه های ساختن، امی بعضی کورس ها، بعضی سواد آموزی ها و فلان تساوی حقوق مرد و زن، فعال مدنی و حالا گپا. متوجه هستین؟ در حالی که شما برین پشت پرده این موضوعات سعی کنین کلشان در برنامه‌های استعماری نوشته است و بابت عمل کردن از اینا صدها پیشمرگ و جانفدا هم پیش از پیش آماده است. اینا را چی به ما میفهمونه؟ تاریخ میفهمونه. زمانی که تاریخ در زندگی ما نقش نداشت، محصل از دانشگاه فارغ میشه، درباره افتخارات دین خود چی در نمیفهم. بله، متاسفانه. طالب العلم از مدرسه فارغ میشه، ما خودم اولاد مدرسه هستم. ما اکثر جا میگم من 98% مدرسه هستم. از مدرسه دفاع میکنم، مدرسه را دوستم دارم، مدرسه دومین مادرم هم هست. من میال خودم مدرس مدرسه هستم، علاوه از که در پانتون تدریس میکنم، در رسانه هستم. یک آسیب بزرگی که در نظام درسی مدارس وجود داره است که
تاریخ اسلامی آنچنانی که باید در مدارس تدریس نمیشه. بله بله. نفر از مدرسه فارغ میشه در رابطه با تراث اسلامی چیز نمیفهمه، در رابطه با دور المسلمین فی حضارت العالم چیز نمیفهمه، در رابطه با افتخارات بزرگی که رجال برجسته اسلام، اعم از فاتحان، اعم از مصلحان، اعم از مدافعان که داشتن چیز نمیفهمن. در حالی که شما روحی خودتون را که وقتی که بازنگری بکنین، زمانی که یک داستان عاشقانه را در کتاب رمانتیک، در یک داستان رمانتیک میخونین، در حال حس به این میته که ای کاش که میته عشق من تجربه بکنم. ببین این ضمیر ناخودآگاه است، در کس ملامت نیست. بله بله. ما در داشتن فطرت ها ملامت نیستیم. ای که ما چی فطرت را الله در وجود ما انداخته، ما در این ملامت نیستیم. اما زمانی که این فطرت ها را ما جهت سازی نکردیم، مدیریت سالم نکردیم، ملامت هستیم. بله بله. مدیریت سالم فطرت بله. این که ما شهوت داریم ملامت نیستیم. بله. اما این که شهوت چگونه مدیریت میکنیم اینجا ما چی هستیم. درست است؟ بله بله. این موضوعات بسیار مهم و اساسی است که با کمال تاسف برای فعلا تنها از کشور ما نه، در تمام جهان کم رنگ شده. شما پیشرفته ترین دانشگاه هایی که در جهان اسلام نام داره امروز میبینین که موضوع تاریخ اسلامی کم رنگ است. من یک داستان کوتاه از دانشگاه ازهر شریف به شما یاد میکنم. یکی از استادا یاد میکردن که یک روز در دانشگاه ازهر نزدیک رخصتی بود، ختم ترم یا سمستر بود، در تالار بزرگ جمع کرد، یک پارچه تمثیلی میخواستن نشان بدن، یک حقیقت در قالب عمل، در قالب تبلور. یک شعر را آوردن، دو کدام دعوای تصدیق کرده بودن که شعر خواب برده بود، که هیچ حال و حرکتی به خاطر شور دادن دم خود یا گوش دادن شور دادن گوش خود یا چیز خود نداشت. و چند دقیقه بعد دیگه یک موش را در داخل یک قوطی آورد. اون موش بسیار پرنشاط بود. موش بسیار پرنشاط بود و وقتی که موش را رها کرد با دم شیر بازی کردن گرفت، بروت‌های شیر شور دادن گرفت، گوش‌های شیر شور دادن گرفت، در کل شیر اذیت کرد. ولی شیر اصلاً توانایی از این نداشت که یک بار یک عکس العمل نشان بده که موش بگریزه. بله بله. چند دقیقه این وضعیت ادامه داشت. همه محصلین میدیدن که وضعیت خیلی جالب است، تا جای را خنده‌آور بود و تا جای را بهت آور، که چون یک موضوع برای تو مهمل باشه نه خنده میکنی و نه گریه. بله بله. تو باید تعجب میکنی که خوب من تا زمانی که باستابی از این صحنه را نگیرم چی کنم، چی واکنش نشون بدم، نتیجه نگیری. ساختار فطری تو همین گونه است بین اون یک انسان. این صحنه جمع شد، باز کسی آمد مجری برنامه از محصلین پرسان کرد، گفت کسی برداشت از این صحنه کرد؟ گفت نه نکرد. خب این استاد نشان داد واقعیت. گفت این شیری که در این وضعیت خراب قرار داره تا دم خودش شور دادن نمیتونه، یک واکنش در برابر موش اجرا دادن نمیتونه، امت اسلامی است. و این موش جهان غرب است، جهان استعمار است. ما به این وضعیت رسیدیم که موش قدر مست است. اگر این موش کجا و بازی کردن با دم شیر کجا. بله بله. خیلی جناب استاد بزرگوار، بحث این میایه که ما چگونه راهکارها داشته باشیم، دانشگاه‌ها و مکاتب و مدارس چی کار انجام بدن، نویسندگان ما چقدر نقش دارن، تاریخ نویسان ما چقدر نقش دارن، شاعران و ادیبان ما چقدر نقش دارن. روی این مسئله هم ان شاء الله بحث میکنیم. بحث مهم است که راهکارها چگونه باشه. پس این پرسش ان شاء الله بعد از وقفه پیگیری میکنیم جناب استاد. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه داریم. پس از وقفه کوتاه میریم روی راهکارها میچرخیم که ما چگونه از کدام منابع استفاده بکنیم، تاریخ جهان اسلام را به شکل درست و طلایی که داشته او را بخوانیم و استفاده ببریم و در مسئله زندگی امروز ما، در مسیر زندگی امروز ما بتونیم از او استفاده خوب ببریم. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین. بعد از وقفه بحث ما روی تاریخ است، تاریخ جهان اسلام. بحث دیگه ای که خیلی مهم هست، اهمیت داره، ما کمتر به اون میپردازیم، این است که منابعی که باید ما مطالعه بکنیم کدام منبع است، از کدام منبع ما باید مطالعه بکنیم و سرچشمه مطالعه تاریخی ما کدام کتاب ها، کدام آثار و کدام شخصیت ها باید باشه که ما سطحی با این مسئله برخورد نکنیم. جناب استاد، ما در بحث تاریخ هم گاه ناگاه که تاریخ اسلامی را خواندیم میبینم، وقتی در بحث روانشناسی میایم میبینیم که ما ابن قیم جوزی رحمت الله علیه را داریم که کتاب الجنس باعث میشه که پایریز روانشناسی
باشه در تاریخ اسلامی. ما وقتی میریم البیرونی را میبینیم که در بحث اولین مر کروی بودن زمین را اونا مطرح میکنند. باز هم در بحث طبابت اگه برویم، ما ابن سینای بزرگ را داریم که چندین صد سال، 3 قرن حتی در اروپا کتاب از او تدریس میشد. این افتخاراتی جهان اسلام بوده. و وقتی میریم از ابن تیمیه رحمت الله علیه یاد میکنیم، میگن که بیش از 1400 کتاب نوشته کرده بود، آثار تالیفات خیلی گسترده. حالا که بحث های تاریخی شرق شناسا هم اینجا وارد میشن، ما گوستاو لابون فرانسوی را داریم، ولدورانت را داریم که خاورشناسا این هستن که درباره تاریخ اسلام نوشته کردن. ما برخورد ما با این مسئله تاریخ، منابع تاریخ ما چگونه باشه، کدام آثار را از کدام منبع، کدام شخصیت ها را ما باید بخوانیم تا مسئله نباشه که شبهه وارد شود در تاریخ جهان اسلام و ما بپنداریم، فکر بکنیم، جوانای امت اسلامی فکر کنن، تصور بکنن که هست نیست تاریخ همون تاریخ است و خیلی شبهات را ما در تاریخ وارد کردن. به نظر شما کدام کتاب خیلی مهم هست و کدام مسیر را ما باید در نظر بگیریم تا بتونیم اصل تاریخ اسلام را سوچه‌اش بخوانیم و مطالعه بکنیم؟ این سوال شما در واقع هسته و عنصر بحث امروزی ماست. بله ان شاء الله. و موضوع بسیار مهم است. علما در رابطه با اینکه چی بخوانیم، چگونه بخوانیم و از کی بخوانیم، بله در این باره کتاب‌های هم نوشته کرده. شخصا ما خودیم چندین جاها در مدارس کارگاهی در زیر امین عنوان برگزار کردیم. این بسیار مهم است. حتی این را برگزار کردیم که از چه مترجمی بخوانیم. بله و از کدام مترجم بخوانیم. این هم بسیار مهم است. ما اشاره میکنم. موضوعی که اصل عنوان عربیش است که ماذا نقرأ و ممن نقرأ و کیف نقرأ. چی بخوانیم، از کی بخوانیم، چگونه بخوانیم. این سه اصل اگر در نظام مطالعه ما و در نظام تحصیلی ما نقش نداشته باشه، رنگ نداشته باشه، شما فکر بکنین که جز ضیاع وقت دیگه هیچ چیزی دست ما نمیاد. هیچ چیزی دیگری. این بسیار مهم است. ما یک خاطره یک کتاب خود بر شما یاد بکنم و انگیزه ترجمه از کتاب بر شما یاد بکنم. در اواخر کتابی با تعداد 700 صفحه به نام تاریخ دولت عثمانی از دکتر محمد علی سلابی از مورخا و تاریخ نگارای برجسته جهان اسلام از کشور لیبی است و یک کتاب موسوعه کلان داره به نام موسوعه الحروب الصلیبیه، این دایره المعارف جنگ های صلیبی که یک کتابش کتاب تاریخ عثمانی است، دیگه هم است که ادامه بدم. 8 جلد است. ما پیش از اینکه کتاب ترجمه بکنم چندین بار مطالعه کردم، در جاهای از استفاده کردم و در بعضی کتابایی که خودم نوشته کردم به عنوان منبع از استفاده کردم. شما یک چیزی را در تاریخ اگر مطالعه کرده باشین، یکی از دغدغه‌های بزرگ یا دشمنان خطرناکی که دولت عثمانی داشت، یکی بیرون اسلامی، یکی درون اسلامی. بله. بیرون اسلامیش بریتانیا و اتریش و آلمان و اینا بود و فرانسه بود. درون اسلامیش دولت صفوی ایران امروزی بود، شاه اسماعیل صفوی. و یکی از خطرناکترین مارهای داخل آستین یا موهای داخل بینی در نظام خلافت عثمانی همین حکومت صفوی ایران بود، یا پیش از وقت فاطمی های مصر بود. درست است؟ کتاب های زیادی را که در این باره نوشته شده، نقطه عجیبش است که در ایران ترجمه شده و کلش هم تحریف شده. در ایران پس اینجا ما تعریف تاریخ را از خود منابع متون درونی هم داریم که خود مسلمان ها متاسفانه این گرایش مذهبی باعث شده. گرایش های مذهبی و موضوعات دیگری سبب شده که تاریخ تحریف شود. ما خودم در این باره تاریخ های را خواندیم، از مترجماش نام نمیگیرم فقط به خاطر از اینکه چیز، ولی عزیزا برن کتاب هایی که توسط مترجمای غیر سنی ایران زمین به فارسی ترجمه شده ببینن با کتاب هایی که با منابع اصیل عربی نوشته شده، به خصوص از دکتر علی سلابی مقایسه بکنن که دیو کجا میمونه و درخت‌ها کجا میمونه. خیلی محققانه چطوری تاریخ را ما بخونیم جناب استاد که پس ما در این قسمت میخوایم یک معیار تعیین بکنیم. اون معیاری است که ما در قدم اول نویسندگان را بشناسیم. از چه کسایی بخونیم پیش از اینکه اونا را چی بکنیم به خود نویسندگان هم معیار قرار بدیم. نویسنده‌ای که عدالت و اظهار حقیقت بله اساس کارش بود و هیچ وقت
تحریف نمیکنه، تحریف نمیزنه، دست به تخریب نمیزنه. ما در تاریخ نگارای سابق، تاریخ ابن خلدون، تاریخ تبری، تاریخ ابن اسیر، الکامل فی التاریخ از ابن اسیر، البدایه و النهایه از ابن کثیر دمشقی، یا تاریخ الاسلام وفیات و اعلام از شمس الدین ذهبی. باز جناب استاد این بحث میان گروه دیگری امت اسلامی خلق نمیشه یک شک و شبهه که بیشتر مثلا از مذهب گرایی صورت بگیره که طور مثال یک طرف شد و مذهب دیگه مد نظر گرفته نشه؟ میشه، ولی با تمام تاسف ما این مشکلات داریم. متوجه هستیم؟ چیزی که از هر من الشمس است از اون نمیشه که انکار کرد. ما این کار تحسین نمیکنم، این کار توجیه نمیکنم، به اینون یک تأسف یاد میکنم. به اینون یک تأسف یاد میکنم. بله. که یک نویسنده چطور به خود جرأت میده در حالی که یک عالم میگه در اوج دشمنی هم مردانگی را فراموش نکن. بله. به خصوص قلم ابزار قضاوت است. دقیقاً. قلم ما به ما نشان میده که ما چقدر با وجدان هستیم. زبان ما به ما نشان میده که ما چقدر انسان با وجدان هستیم. آیا مقتضای علم عمل میکنیم نمیکنیم؟ ما بعضی وقتا اعترافات غیر مسلمانان را درباره شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله میخونم، واقعا با وجدان از اونها تعجب میکنم که چقدر آدمای با وجدانی بودن. و این طرف میام در داخل مرز اسلام نویسندگان را میبینم که قلمشان رو میفروشن به خاطر عقده های شخصی، یک حقیقت ظاهرتر شمس را پنهان میکنن. در این قسمت واقعا ما بعض وقتا به قداست قلم بعض وقتا شک میکنم، ولی نه، پس اون فکر میکنم نه، قلم مقدس نیست، ولی قلم رانا بعض وقتا غیر مقدس میشن. پس این سبب هم میشه جناب استاد نظر به حرفتان که برخی جوانای امت اسلامی میرن سمت مستشرقان از منبع میگیرن میخوانن. خوامی را گفتم خاله مستشرقان ما چه رقم مطالعه بکنیم؟ مستشرقا. پس مستشرقا در همه چیز ما مطالعات عمیق اسلامی را از منابع درست، مثلا البدایه و النهایه تاریخ است، خیلی موثق است. تاریخ تبری خیلی موثق است، یا ابن اسیر خیلی موثق است، البته عربیش. بله. ترجمه فارسی در کشور ایران که شده موثق نیست. گفتم حتی تفاسیر اهل سنت که توسط غیر اهل سنت ترجمه میشه به ایرانی موثق نیست. بینندگانی که میبینن شاید بعضیاشون فکر بکنه که از روزنه تعصب صحبت میکنم، کلا و حاشا. الله شاهد است که من ایره از حس تعصب نمیگم. از حس ازی میگم که هر کسی که میخونه وقت میده انرژی مصرف میکنه واقعیت بخونه. یک معیار خوب گفتن استاد که معیار چی باشه؟ باید در تاریخ خوانی که ما میخوانیم عدالت باید باشه، حق بگویم. بله، اینه عدالت که بود انسان ها را باز از حضیض پستی میاره بر اوج فرهیختگی و درست محوری. حالا چالشی که روبرو میشیم جناب استاد اینجا میگه که مثلا اگر کسی ترجمه های کشوری را که گفتن میخواین بخوانن، اگر به مو سمت گرایش داشته باشه، به نظری اونا، به دیدی اونا، به زعم و گمان و باورشان عمو مسئله حقیقت است، حقیقت گفته شده. بله. بس این طرف مقابلش شاید بگه که این باطل است. این یک موضوع. پس این گرایش مذهبی در اینجا بی تاثیر نیست. گرایش مذهبی بی تاثیر نیست. و یعنی بی طرف ما باید بخوانیم. بله بی طرفانه بخوانیم. و در خیلی از حقایق دیگری از دید جناح سوم زیاد مدارج شده. مثلا گفت معتبر قرار گرفته شده. شما برای فعلا بعضی کسایی را نام گرفتین مستشرقین بودن در اول، پس مسلمان شدن. ویل دوران، گوستاو لوبون، جان دیوانپور در کتاب عذر تقصیر در پیشگاه محمد و قرآن، یا جورج زیدان در تاریخ سیاسی اسلام. اگرچه در بعض جاها غلط خرابی کردن، نادرستی‌ای کردن، ولی در مجموع اونا کتاب به هدف اعتراف نوشته کردن. خیلی از حقایق حتی در کتاب بیگانگان در اصل خود باقی مانده، تحریف نشده. با کمال تاسف در داخل تحریف شده. من نمیگم ما هدف ما برتری سازی یا چی نیست که فلان گروه را بر فلان گروه چی بتون، ولی موضوع عدالت است. متوجه هستین؟ دو چیز اگر پایش در زنجیر زر و زور بسته شد دیگر خیر در او باقی نمیمونه. یکی زبان است، یکی هم قلم است. زمانی که پای قلم و زبان در زنجیر زر و زور زولانه شد و بسته شد دیگه تو از او هیچ وقت چیز نکن. به همین خاطر اگر دیده باشین بزرگترین خرابی هایی هم که در جهان ایجاد شده، فتواهای کشت و کشتار دست جمعی علیه یک جنای مقابل شده، از دو طریق شده، یا از طریق قلم نویسنده شده یا از طریق زبان مفتی و فتوا دهنده. شما تمام تاریخ را مطالعه بکنید این گونه است. پس رسالت نویسنده ها در اینجا چی گونه است؟ رسالت نویسنده ها استفاده از منابع دست اول، استفاده از منابع دست اول، الله را مدار اعتبار قرار دادن
و حفاظت وجدان خود. وجدان خود را بدون آلایش نگاه کردن. پس این شد که چگونه منابع را استفاده بکنیم. پس امی کتابی که من مطالعه کردم، بعضی کتابای دیگر هم مطالعه کرده بودم، اینا شما فکر بکنین که در واقعیت آنقدر موضوع انگیزه ترجمه از این کتاب خود ما گفتم. شما برین از صدر اسلام مطالعه بکنین. از صدر اسلام تاریخ تحریف شده. بله. به خصوص از چی وقت؟ از سقیفه بنی ساعده. بله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به عنوان خلیفه زیادی کشیده. بله. از همونجا جنجال‌ها و بوگومگوها شروع شد. در رابطه با خلافت حضرت عمر فاروق، در رابطه با غدیر خم، در رابطه با ای که حضرت فاطمه زهرا دعوای میراث کرد و چگونه برخورد دید. از این قسمت‌ها، از کربلا، از این قسمت‌ها کلاً موضوع، البته من نمیگم دست سوم به عنوان یهودیسم و نصرانیسم در این قسمت کار کرد. دخل نکردن نفاق افغانی کرد. مشکل در جعل روایت. در جعل روایت ما خوشباور بودیم، خراب شد. پس اینی در تاریخ هم قشنگترین مضمون است، هم خطرناکترین مضمون است. بله. علم تاریخ مثل شمشیر دولبه است. شمشیر دولبه است. اگر درست استفاده نشود، هم جان مقابل خراب میکنه، هم خود شمشیر زن خراب میکنه. علم تاریخ اگر از منابع دست اول، منابع واقع بینانه، از نویسندگان عادل، از مترجمان با وجدان، اگر در دسترس قرار نگیره، اندیشه اسلامی اینگونه نشوه، کتاب‌های غرب شناسی و شرق شناسی و استشراق شناسی از این منابع مورد مطالعه قرار نگیره، مطالعه تاریخ نه تنها ای که راه به جای نمیبره، به عنوان یک ضربه خطرناکی در اندیشه انسان است که آدم خراب میکنه و آدم به تخریب میبره. این موضوع بسیار مهم است. به این خاطر من توصیه میکنم که اگر ما میخوایم به دنبال عدالت بگردیم، کتاب‌هایی که بر اساس منابع دست اول نوشته شده، محققین بسیار درست و عادل دو تحقیق کردن، مترجمایی که واقعا خدا را مدار اعتبار قرار دادن، قلم زدن، زحمت کشیدن، مغز سر آب کردن، باز امور به خاطر یک هدف شخصی شده باشه او کار نکرده باشن، فقط به خاطر خدا اونو تک منابع استفاده شوه. من مطمئن هستم که تاریخ دوباره پس مطالعهش و فرهنگ مطالعه و اندیشه اسلامی در میان نسل جوان جا باز میکنه، اندیشه ها را تغییر میده. تغییر اندیشه ها نتیجه میده چی را؟ تغییر کارکردها. تغییر کارکردها و فعالیت ها ثمری داره به نام انقلاب بسیار بزرگی مثبتی در جامعه بشری. بله. چی اسلامی چی غیر اسلامی. دقیقاً نکته مهم اشاره کردین جناب استاد. خودتانم در اکادمی علوم افغانستان هم عضویت دارین، کار میکنین. نقش چنین نهادها را شما چقدر مؤثر میدانین و اصلا آیا نیاز هست یا وجود داره کدام بخشی در نهادهای دولتی افغانستان یا اکادمی علوم افغانستان که روی بحث تاریخ هم به شکل عالمانه و محققانه و پژوهشگرانه کار بکنه و اینا چی مسئولیت داره و فعالیت های خودتان در این عرصه چی بوده، چقدر تونستین در این عرصه قلم بزنین و بنویسین و چقدر تعداد نوشته کردین در مورد تاریخ جهان اسلام و برنامه‌های آینده و بعدی تان در این عرصه چی است جناب استاد؟ اکادمی علوم افغانستان به عنوان منبع بزرگ تحقیقی علمی کشور است، با جای خیلی خوب، جای خیلی بزرگ و جای خیلی با عظمت است. من نه تنها نه به خاطر از که عضوی اونجاست میگه حرف میزنم، به عنوان یک فرزند کشور، به عنوان یک کسی که رسالت دارم در این رسانه‌ای که پیش شما نشستیم صحبت میکنم. محلی برای رشد است و دانشمندان در عرصه‌های مختلف در اونجا تحقیق میکنن، ولی باز هم آنچنانی که باید باز هم نیاز هست حمایت دولت و تجمع دانشمندان دست اول، دانشمندان عادل، دانشمندان خدا محور و دانشمندانی که کارشان بر اساس خدا پسندی باشه دیگه وجود داره و باز هم باید جمع شوند در این باره کار بکنن. این موضوع است، این بسیار مهم است. در کشور ما باید در این عرصه کار شود، حقایق وارونه جلوه داده نشوه، حقایق درست کار شوه. من تاریخ معاصر افغانستان بعض وقتا میخونم، یگان وقت میبینم یک کسی بر اساس گرایش‌های قومی تاریخ تحریف کرد. بله افغانستان تاریخ سه دهه اخیرش خیلی جنجال با کمال تاسف یک وقت میبینم که اگر نویسنده فارسی زبان بوده کش کرده طرف فارسی زبانا، اگر نویسنده پشتو زبان بوده کش کرده طرف پشتو زبانی، اگر هزاره بوده طرف هزاره، اگر ازبک بوده طرف ازبک. یعنی شخصا من خودم بعض وقتا ایران خدایا من چی بخونم. یکی از استادای ما میگفت که در این سرزمین بعضی وقتا علما
راگمک شده، مردم گمراه شده. علما راگم شده که از کدام راه مردم راهنمایی میکنن، مردم گمراه شده که راه کجاست که ما راه را پیدا کنیم. اینو یک وضعیت فعلا یک وضعیت بحرانی فکری در افغانستان ما حاکم هست. ولی ما امید دارم ان شاء الله که دانشمندان قلم به دست رسالت مآب و رسالتمند وجدان انسانی را و خدمت به جامعه بشری را اساس کارشان قرار بده، ان شاء الله که مشکل حل میشه. و میمونه موضوعات فعالیت خودیم. با خود تا به حال کاری هم نکردیم، باز هم در عرصه تاریخ خردوریزه کتابای زیاد داریم. گفتم موسوعه حروب صلیبی را زیر کار گرفتیم که خلافت عثمانی ان شاء الله چند وقت بعد چاپ میشه ان شاء الله. در عرصه تفسیر و زیادتر در رابطه با غرب شناسی و استعمار شناسی ما زیاد کار کردیم، کتاب زیاد نوشته کردیم. در رابطه با روانشناسی اسلامی و انگیزه‌دهی اسلامی، احادیث و آیاتی که تلاقی شده با روانشناسی با علوم تجربی که یک جای نویسندگان عرب و نویسندگان پیشتاز، آدمای رسالتمند و یک اصول در کار خود داریم که هر کتابی را کار نمیکنه. یک روش است. به خاطر از اینکه تولید کردن یک ترجمه و کشیدنش در بازار کتاب به عنوان یک لقمه است. اگر لقمه را آشپز درست نشته، اگر درست تهیه نکنه، در هتل است، اگر در میمانی است، هر کسی رو میخوره حتما به یک بیماری دچار میشه که سرحدش به دکتر برسه. نویسندگان و اهل رسالت و اهل دعوت و اهل قلم و اهل تدریس هم این گونه هستند. ماذا نقرأ، کیف نقرأ و ممن نقرأ، این سه چیز بسیار اصلی مهم است. چی بخوانیم، از کی بخوانیم و چگونه بخوانیم. و اینکه چه وقت بخوانیم بازور میمونیم با مو طبیعتی که هر وقتایی که خوب بودیم، سر نشاط بودیم و کار شخصی است، ما در مداخله نمیکنیم. البته در این بارم چگونه مطالعه کنیم که اثر بخش باشد، در این بارم یک بحثی باید داشته باشیم. این تو موضوعات است. زیادتر کار ما در این عرصه هاست و در برنامه‌های آینده ما میست که زیادتر کوشش میکنیم که تاریخ زیادتر همون تاریخی که منابع دست اول است یک موضوع، دیگه موضوع نقد هم است که بعضی تاریخ ها نیاز به نقد داره. بله، نقد جای نقد خالی است در افغانستان، ارجاع و مقابله داره. مثلا یک کتاب جدیداً توسط یک نویسنده معاصر نوشته شده، دیده شود اول اون نویسنده تمام لب و لباب شخصیتش مطالعه شود که او تاثیرپذیر از کدام جریان است یا بی‌طرف است و در چه مذهب است، در چه اندیشه است. به خاطر از اینکه اگر نویسنده آدم پالایش شده نباشه، آدم ویرایش شده نباشه با اذهان و اندیشه های ناب اسلامی، دیگه او در جامعه کتاب تولید نمیکنه، بلکه زهر یا شمشیر دولبه تولید میکنه که جامعه را خراب میکنه. جناب استاد، یک سوال اگر بپرسیم به این شکل در قسمت های آخر برنامه، اگر از تاریخ نویسان جهان اسلام یک تا را انتخاب بکنین، کدام تاریخ نویس را انتخاب میکنین و چرا؟ در مجموع یکی مطلقاً تاریخ است کتاب ها، یکی مطلقاً تاریخ است، یکی تاریخی توأم با بحث های اندیشه اسلامی است. بله، از بحث های اندیشه اسلامی هم است باشه و تاثیرگذار زیاد بوده در اندیشه خودتان. در همین چند وقتی که صاحبانش زنده هم هستن، همین الان همین دکتر علی سلابی خیلی آدمی مورد پسند است. ما که کتاباش خواندیم، این نفر علاوه از اینکه عادل است، در جاهایی که باید از مقدسات و از اندیشه اسلامی، از تاریخ اسلامی دفاع شود دفاع میکنه. بله. و همین این شخصیت است و از بیشتر شخصیت‌های دیگری هم است و اونر کار از این است که کتابش تکیه بر منابع دست اول تاریخ اسلامی داره. یک وثوق علمی است در منهج بحث. یک موضوع و در بحث اندیشه اسلامی، محض اندیشه بیدارگری بودیم. امام سید ابوالحسن ندوی، علامه اشرف علی طحانوی، استاد سید قطب شهید، امام حسن بنا، این شخصیت ها کتاباشون خیلی عالی است، در مسیر دادن اذهان جوانان خیلی تاثیر داره. میمونیم در رابطه با فقه، اون موضوع مذهبی است که هر کس باید طبق مذهب خودش با پیش بره. بله بله. که هر چیزی که در منابع دست اول مذهبش با تکیه بر قرآن و سنت و اجماع و قیاس است، اون موضوع علایده است که بحث فقهی است. بازور باید در یک برنامه علایده روی از او بحث بکنیم که واقعا یک موضوع قابل بحث هم است که یکی از جنجال‌های
موضوعات جنجال آفرین در عصر حاضر در کشور ما در میان جوانان موضوع تقلید و عدم تقلید هم هست که باید در این باره هم صحبت شود و کج فهمی هایی که در رابطه به اینکه بعضیا میگن که تقلید وجود نداره، مذهب درست نیست و قرآن و سنت ما میگیریم این گپا، در این باره باید ساخته شود. ان شاء الله یک برنامه‌های متخصصانه و در این بخش هم با شما جناب استاد و مهمانای دیگه هم در آینده خواد گرفتیم. بیننده های عزیز، یکی از گفتنی هایی که در مورد تاریخ اندیشه اسلامی است که ما بازم ارجاع میتونم به شخصیت بزرگوار اقبال بزرگوار. او میگه که آیه از سوره حجرات را نقل قول میکند، دستاویز میگیرد و میگوید که تاریخ را محققانه به شکل علمی ساختارش که پایه‌ریزی کرد قرآن بود و اسلام بود. و او میگوید که البته آیه را که دستاویز میگیره این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر فاسق خبری یا حرف سخنی را به شما میاره خب تحقیق کنین. یعنی در مسائل تاریخ ما باید محققانه چنان که استاد یادآوری کردن برخورد بکنیم و از تاریخ نویسانی باید بخوانیم که اونا عدالت را در نظر میگیرن، خدا ترس هستن و معیارشان عدالت و انصاف هست و گرایش های زیاد آنچنانی این طرف آن طرف ندارن و عدالت محور کارشان هست. پس ما چنین کتاب هایی را و از چنین نویسنده هایی باید بخوانیم. جناب استاد بزرگوار خیلی ممنون از اینکه به دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و تشریف آوردین. انشالله که در برنامه‌های بعدی روی مسائل بحث‌های دیگه داغ و مهمی که به درد بخور هست و به جامعه ما کمک میکنه انشالله شما را خواهد داشتیم. خیلی ممنون از اینکه به برنامه ما آمدین. تشکر از شما هم، تشکر که در بحث از ما سخنی شنیدین. امیدوار هستم انشالله که بحث‌های خوبی و بحث‌های قابل هضمی به عزیزان ارائه کرده باشم. ممنون جناب استاد، خیلی خوب بود. انشالله که برنامه زیبا هست. ما منتظر دیدگاه‌ها و نظریات شما مخاطبان عزیز هم هستیم و به پیام‌های شما، به دیدگاه‌های شما انشالله به وقت رسیدگی خواهد کردیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند لایزال می‌سپارم.